الان به نظرتون چرا این دوتا سنجاق به هم میچسبن و اون پایین که آهن رو باز چرا سنجاق جذب آهن رو نمیشه؟ ببینید این دلیلش چی میتونه باشه؟ چرا این سنجاق از این جدا نمیشه با آهن رو بچسبه؟ یه نکته آموزشی تو این هست، لطفاً حدس بزنید. چرا سنجاق به این سنجاق میچسبه ولی به آهن ربای اونجا نمیچسبه؟ من نزدیکش میکنم. چرا قدرت سنجاقی که دست منه بیشتره واقعا؟ نکته علمی تو اینه، اگه میتونید حدس بزنید.